چو شادی بکاهی بکاهد روان، خرد گردد اندر میان ناتوان. هزاران سال است که شب یلدا که می‌گذرد و وارد زمستان می‌شویم با خود می‌گوییم پشتش به بهاره. آتش جشن سده که خاموش می‌شود، خانه تکانی‌ها کم کم آغاز می‌شود و از میانه اسفند است که به هم می‌گوییم دیگه بوی عید میاد و بوی عید واقعاً میآید. شاید خیلی از ما یک جایی از جهان باشیم، اما ایران آنچنان در ما ریشه کرده که هنوز هم در هنگامه نوروز باز بوی عید میاد و هنوز هم مانند کودکی‌هایمان دلمان تاب ندارد برای چیدن 7 سین، سبز کردن سبزه و رنگ کردن تخم مرغ. هیچ جایی روی زمین جز سرزمین‌های فرهنگی نوروز چنین فرهنگ سترگی را نمی‌توانید به این ژرفا حس کنید. نوروز مهمترین آیین ایرانی است. آیینی که بخشی از هویت ما را می‌سازد و با وجود دشمنی‌ها، کارشکنی‌های بسیار در طول تاریخ بیش از 5000 ساله خود همچنان پابرجا باقی مانده است، چون هستی نوروز بر پایه خرد گذاشته شده است. آغاز سال ایرانی نوروز است. شاید بتوان گفت که زیباترین آغاز برای سال شمار یا مبنای تاریخ ما نخستین نوروزی است که جشن گرفته شده است. نوروز برای ما همچون یک معجزه است. هنگامی که میآید امید را دوباره به ما برگردانده و شادی را در دلمان می‌کارد. ریشه‌های اسطوره‌ای نوروز. با نگاه به کتاب‌هایی مانند اوستا، فهرست ابن ندیم، شاهنامه فردوسی و تاریخ طبری، برگزاری نوروز در میان ایرانیان را به گونه گسترده می‌توان دید. بر پایه تاریخ اسطوره‌ای ایران، یما، یم یا همان جم بنیانگذار نوروز است. او سرکرده آریاییانی بود که آنها را پس از یخبندانی بزرگ از سرزمین‌های سرد به سوی ایرانویج رهنمون شد. گمانه‌ها حاکی از آن است که جم با راهنمایی خرد بزرگ آریاییان را از منطقه میان دریای کاسپین و دریای سیاه به ایرانویج کوچانید و پناهگاهی ساخت که آن را ور جمکرد گویند و تخمه گونه‌های جانوران و گیاهان و بهین مردمان را بدانجا برد و به دور از سرما و گزند آن نگاه داشت. از این پناهگاه در اوستا با نام ور جمکرد یاد شده است. ور در زبان اوستایی برابر با جای سرپوشیده یا پناهگاه و غار است و کرته یا کرد برابر با فراهم کردن، پایه گذاشتن و ساختن است. بنابراین ور جمکرد برابر می شود با پناهگاهی که جم ساخت. در نزدیکی شهر جم در شمال استان بوشهر، کوه بلند و زیبایی است به نام پوز پدری که بومیان داستان‌هایی را از گذشته آن روایت می‌کنند که شباهت‌هایی با داستان ما دارد. این سرما باعث شد که مردمان ژرمن و سوریه یا سوئدی‌ها به سمت غرب و تیره‌های ایرانی به سمت ایرانویج حرکت کنند. از این روست که داستان یما در فرهنگ آنان نیز دیده می‌شود. سالنامه اروپایی هم منطبق با سالنامه ایرانی است که در جای خود بدان خواهیم پرداخت. در هنگامه پادشاهی جمشیدشاه، پادشاه ایران، در درازای 1000 سال همه ایرانیان در آرامش و آسایش زندگی می‌کردند. خوراک فراوان بود، دروغ وجود نداشت، گیاهان خشک نمی‌شدند
مردم از سرما و گرمای شدید آزرده نمی شدند، هیچ کس پیر نمی شد، نمی مرد و رشک و حسادتی وجود نداشت. در همین دوران و در نخستین روز بهار که جم بر تخت پادشاهی خود که با سنگ‌های گرانبها تزئین شده بود، رو به شرق نشست و تاج خود را که از جواهرات پوشیده شده بود بر سر گذاشت و چشم به راه بالا آمدن خورشید نشست. هنگامی که خورشید آغاز به درخشیدن بر او و تخت پادشاهیش نمود، مردم دیدند که جم و تخت پادشاهیش مانند خورشید می درخشد. این موضوع باعث شادمانی و خوشحالی فراوان مردم شد. آنها از آن پس جم را جمشید نامیدند و این روز را جشن گرفته و آن را نوروز نامیدند. جشن‌های شادمانی 5 روز به طول انجامید و همه سال نو و جان گرفتن دوباره گیتی را جشن گرفتند و هر سال نیز به پاس بزرگداشت آن جشنی را به نام نوروز برگزار کردند. نکته جالب اینجاست که در اوستا نام جمشید به شکل جم آمده است و واژه جمشید از 2 بخش جم به معنی برابر و شید به معنی خورشید تشکیل شده که معنای آن همانند خورشید می شود. پس از حمله بابلیان به کشور آریاییان و حکومت 1000 ساله آژیدهاک یا همان ضحاک، ایرانیان به پاسداشت روزگار درخشانی که در دوره پادشاهیشان داشتند، نوروز را کماکان گرامی می داشته و هر آنچه امیدبخش و نشانه نیکی و خوبی بود را در خوان نوروزی می گسترانیدند. فردوسی این روایت را چنین می سراید: چو خورشید تابان میان هوا، نشسته بر او شاه فرمان روا. جهان انجمن شد بر تخت اوی، شگفتی فرو مانده از بخت اوی. به جمشید بر گوهر افشاندند، مر آن روز را روز نو خواندند. سر سال نو هرمز فرودین، برآسوده از رنج تن دل ز کین. به نوروز تو شاه گیتی فروز، بر آن تخت بنشست پیروز روز. بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند. چنین جشن فرخ از آن روزگار، بماند از چنین خسروی یادگار. در این چند بیت می توان فرهنگ و روش زندگی ایرانی را دید. همچنین در شرفنامه نظامی گنجوی شرح مفصلی از شیوه و روش زندگی ایرانیان را بر پایه جشن و رنگ و شادی می بینیم، چرا که شادی تن را پیش نیاز شادی روان و خردمندی می دانستند. نوروز و مذهب. از آغاز پیدایش نوروز تا پیش از حمله تازیان به ایران، مردم ایران پیرو آیین‌های گوناگونی مانند آیین زرتشت، آیین مهر و طبیعت‌گرایی بودند. اما دین‌ها و آیین‌های دیگری نیز در جریان بوده است. هیچ یک از این دین‌ها نوروز را مختص به خودشان معرفی نمی‌کنند و با توجه به پایه جشن نوروز که بر حرکت زمین به دور خورشید استوار است، آشکار می‌شود که این جشن یک جشن ملی و برگرفته از آیین زندگی ایرانیان بوده است. پس از یورش تازیان به ایران، به ویژه امویان و عباسیان همواره با آیین‌های ایرانی دشمنی بسیار کرده و جشن‌های ایرانی را ممنوع کردند تا رنگ و روح ایرانی بودن را از میان مردمان پاک کنند. تازیان به جای رنگ موسیقی و رنگ شادی، خاکستر مرگ و سیاهی را بر سرزمین‌های ایرانی پاشیدند.